و ماینکرافت هاردکور. از سیزن قبلی بخوام بگم خیلی بد بود، هم صدام بدتر بود که الان هم باز بده، اسکینم بد بود و خیلی چیزای دیگه. حتی ادیت هم به هیچ دردی نمیخوره، میدونم هیچی از ادیت بلد نیستم و یوتیوب متاسفانه ویدیومون رو بند کرد به خاطر اون یه سری حرفایی که زدیم و سعی میکنم که امروز یه سری حرفای درستابی تر بزنم و یه سری اتفاقات خاص افتاد و قبل سیزن اول تا الان و خیلی گذشته. از سیزن اول تا الان یکی از دوستام آوردم داخل بازی و 2 دقیقه نشده مرد، فقط تختش الان به جا مونده. و خب ایده‌ای که دارم برای این ویدیو اینه که خونه رو کامل کنیم. ما که قرار بود بریم دنبال آهن که خب نمیدونم الان برم دنبال آهن یا برم دنبال کار خونه. که من ایده‌ای که دارم اینه که اول بریم آهن رو پیدا کنیم، چون واسه سالای سنگی نمه سخته. از مال دنیا یه کلنگ آهنی داریم که از ویلیج گرفتیم. اینجا جای خوبی به نظر میاد، مثل به کارمونه. اینم خودم هم چی نداره، وسایلام پره. کلا فکر باید از اینجا بریم، نمیدونم. قول میدم ویدیوها رو سعی کنم بهتر ضبط کنم و دیگه یه سری مراعاتا کنم که دوباره ویدیومون بند نشه، چون از دفعه قبلی که بند شد خوشم نیومد، چون با کلی ذوق ویدیو گرفته بودم و اینا. اوکی همین کم بریم. نه یو تو از کجا آهنی داری؟ یه جلو لعنتی. بمیر شمشیر تو بزیر. شانس باید یکی نمیشیم تایم هایی که ویدیو میگیرم پر شانس نیست، شانس من چیز دیگه ایه. والا ما تو هیچی شانس نیاوردیم، اینم یه بازی دیگه. والا یاو شیت پایین رو ببین. تو چی بگی؟ ناصر بایستا بمیر دیگه خار کن. آره برید کارم دیگه رو کار کنو بسه کوشش کار کسه. نه جلو جلو. وای نه کمک. من میمیرم خدا نه چقدرش مونده؟ تموم شو. من میمیرم. تموم. هاردکور ما اینجوری تموم میشه. 2-3 روز نشده هاردکور من تمومه. نه خدا بهم رنگ غذا دیگه ندارم. من سیبا رو گوشت رو بردارم. نون دارم دیگه، نون میخورم. بعد اون پوند میلا رو میخوام. این چیزها رو بکنیم یه ذره تورچ به دست بیارم. نمیدونم چرا حس میکنم هرچی تلاش میخوام کنم برای ویدیوها هیچ وقت اونجوری که باید نمیشه. نمیدونم ولی بهتون قول میدم ویدیوهای بهتری تو راهه. یه ویدیوی خیلی خوب تو راهه. ایول بس باورم نمیشه یه روز برای مس دارم میگم ایول. باورم نمیشه از این قضیه. اینجا رو یه ما نه تو اونجا چیکار میکنی؟ بعد همین امیدوارم این دفعه ویدیوم بند نشه. کلا 4 تا بازدید قبلیه نگرفت با اینکه کلی برای زحمت کشیده بودم. نه کسی دید نه چیزی.
البته خب همه یوتیوبرهای بزرگ یه جای ریزی شروع کردن دیگه. اگه نه آهنی هم که اینجا نیست کلیپه خواهد بهتری یه من تو رو بزنم بمیری. خوبه دیگه شانس ما دیگه. ببینم چند مرده هم نجیگیر کردی. الان ما اینم قدرت نخور خورم نمیدونم. بمیر اینم ندارم. امروز صدام هم خراب شده. ضربه خوردم اصلا حوصله هیچ کاری هم ندارم. یه سری اتفاقات بدم افتاده که اونا رو نمیتونم بهتون بگم. آره دیگه والا وضعیت مملکت و اینا هست دیگه به کنار دیگه ما حرفی نزدیم دربارش بهتره. یا ما را میبرم یا بچ عوضی چیکار کرد؟ یو نور بذارم اینجا خوشش ریدم به خودم. نمیدونم چقدر بس دقیقا تونم یه زره مسی درست کنم با اینایی که پیدا کردم. امیدوارم شاید اونور بازم دیده بودم چیزا پرش بذاریم خرابش کنم. نمیدونم الان یه بی‌حس بازی دارم. نه الان برای شما ویدیو اینجوری چیز میشه یا نه. کلاه نوعی بود از یه زامبی بعیده یه همچین چیزی گیر بیاد ولی خب باید خدا رو شکر کنیم و ناشکری نکنیم. امیدوارم که نمیدونم حرف چی بگم. این همه ذوق قدیم رو ندارم. آیرون ایول آیرون بالاخره با اون چیزی که میخواستم رسیدم. دارم میام ایول یه عالمه آیرون پیدا کردیم. بشی کلا 4 تا بازم بود. آره اینا آره گفتم بازم هست. کنم یه دونش افتاد پایین یه نفر میدم. خوب راضیم حداقل دست پر میریم. اوه به تمامی نداشت یه 11 تا اگه اون آخری هم افتاد پایین آیرون بوده باشه که آیرون هم هست. 11 تا آیرون کم بریم. فکرم یکم برم پایین تر ولی بذار اونورم یه چک کنم تا اینجا اومدیم. زامبی بی پدر باز آیرون باشه خدا یه چیز دیگه میخواستم. چقدر بالا یه زنگا رو کنم یکم. اصلا تو این سری هیچی ندارم هیچ منابع درستابی ندارم.
وضعیت زندگی یک جوان ایرانی این گونه میگذرد. اگر خارجی هستی و این ویدیو رو میبینی لایک کن. اگر ایرانی هستی و ماینکرافت بازی میکنی لایک کن. اگر وطن تو دوست داری لایک کن. اگه بسیجی هستی لایک نکن، گورتو گم کن. اگه مهدی هستی مهدی ویدیو رو لایک کن، کامنت هم بذار بنویس من مهدیم. آره نمیدونم، تازه نگفتم. اوی اسم من جعفره، ولی اسم کانالم عوض کردم به دکتر جعفر. نظرم اسم بهتری میومد، اسم خودم هم هست. البته اسم من امیرعلیه، ولی نمیدونم چرا بهم میگن جعفر. یه گفتن باحال دکتر جعفر. بعد میخوام یه ویدیو و ویدیوی بعدی بهتون بگم یه چیزی رو. اینه که قرار نیست ماینکرافت باشه یا یه بازی دیگه. میخوام اگه بشه یه ویدیوی که یه فیس که با دوربین بگیرم که قراره یه کار خفن انجام بدیم. اسم ویدیو هم قراره سانت به سانت باشه که قراره توی ویدیو یه سری کارهای خفنی کنیم، خیلی خفن، که میفهمید یعنی منظورم چیه. من دارم یه سری چیزا رو هم سعی دارم یاد بگیرم از ادیت که بتونم ویدیوهای بهتری بزنم، ولی میدونم اول آخر یه ویدیوی آشغالی بیشتر نمیاد. ولی خب همین که دارم تلاشمو میکنم خودش یه نعمتی یه جورایی. این دفعه میخواستم با دسته بازی ویدیو بگیرم ولی اون شارژش تموم شده بود. شانستون دیگه، شانس شما هست و چطوری یکی رو دمه چون هر کسی میشه. در واقع من هیچی هم از سانس و ماسور بلد نیستم، دارم باز خوشم میزنم. یه چند تا آیرون دیگه این ورا دیده بودم، اونا کو؟ یو خدایا یه دایمندم بدی ها، خیلی خوب میشه. آی کم نون بخورم قوی شد. یه 27 تا الان ما آیرون داریم، خیلی خوبه. و ویدیو کلا 12 دقیقه شد. مثل ویدیو قبلی مجبور نیستم یکی نیم ساعتشو کات بزنم. یه سری زامبی هستن. ماینکرافت عادی نیست، هاردکوره، وگرنه یورش میوردم به سمت یکشون، قتل عام را مینداختم. یه دونه زمینم داریم اسمش ایرانه، برای من رفیقمه. اگه خواستید بگید اونم توی ویدیوها نشونتون بدم. اونو ما کامل تموم کردیم، یه جورایی همه چیشو رفتیم، همه چیشو، یعنی اندر دایمند نترایت. رسما یه اکانت فوله. فقط نذاری سو نگو. بی پدر مادر بای gelme. Vay. Geliyor. بدبختی سر روی کاراکترم داره میباره. فوق‌العاده است. قابل مذاکره است. که یه دونه دیگه دارم. سنگا میفته تو دستم. خوبه. من هیچ ایده‌ای ندارم ویدیو رو میخوام چجوری شروع کنم فقط کنم. امیدوارم کانال بگیره، یه چند تا دوست گیرم بیاد.
بتونیم ویدیوهای خفن آپلود کنیم توش. امیدوارم مجبور سعی کنم ویدیو رو خیلی خوب شروع کنم، ولی نمیدونم الان این چجور قراره این ویدیو همین ویدیو چه بازدیدی بگیره. یه ویدیو گذاشته بودم اسمش معرفی کاپت بود. نظر من خیلی چیز کر کثیفی شده بود ویدیوش، ولی 84 تا بازدید خورد، 3 تا لایک که بر کانال منی که کلا 20 دلار دنبال کننده بیشتر نداره خیلی خوبه. برای ویدیوی هاردکورم یه سیزن اول یه انتظار خیلی شدیدی داشتم. اندرمن بیچاره داره میده. اونو میتونم بذارمش. کجا رفت؟ دفعه بعدی میام کل قارو با وسایل بیشتر کاملتر میگردم. قول میدم. این لپیس والی لپیس اینه همه جا هم گیر میاد. نمیدونم تاله شده یا نه. من یه بار اول بازی بودم هیچی نچه، همون لحظه لپیس پیدا کردم، اونم تو بالاترین سطح ممکن. اسپانش یکم عجیب غریبه. اگه شما هم قبول دارید توی کامنت ها بگید ببینید چند نفریم این قضیه رو. خوبه یه 36 آیرونمو بده ایوون. کجا رفت؟ اوه یورو. اوه لاوا. ایوه خوبه. یه درز لاوا پول بخورم. لاوا پول که نه، فارم لاوا. این پایینه چی گیره بودیم؟ هیچ. نه هیچی نمید. اینو بخورم جونم پر شد. نه یه سری چیزا اینجا هست. آنچنان هم بیبرکت نبود این سوراخه. خوبه راضیم. فقط موندم چجوری میخوام توی هاردکور دراگون بزنم. تا حالا هاردکورم دراگون نزدم. مشکلی که دارم الانم همینه. حالا خدا رو چی دیدی؟ یه دایمند هم میدید دیگه ناموسن گیده ها. یه دایمند ما که اینقدر داریم سخت و سوز میدیم بیکار نمیایم، ولی خب بذار بدم دیگه این برای چیه هست. کلا لاواست خوبه. حتی یه آب باکت بیارم میتونم سریع پورتال ندر راحت درست کنم. اینا هم بکنیم دیگه حیف استفاده کنیم. یه استفاده کنیم ازش. نسوزیم. هرم زده هرطول هرم زده. کجا اومدی؟ آزیم اینجا دوتا راه هست. اینو کجا بیرم؟ رو کجا بود؟ خوبه دیگه همینو برگردیم بالا. 39 تا آیرون گیرمون اومد. خوبه همینو جنگی برگردیم بالا تا دست ندادیم بدبخت نشدیم. خب تو این ویدیو میدونم گفته بودم تو این ویدیو خونه رو کامل آیرون هم اینجاست. چه داری بزنی؟ ولی قول میدم دفعه بعد خونه رو کامل کنم. در مورد این قضیه قول میدم. تو هم برو خاطر اسمشم نمیدونم چی میگم
سفر به سلامت. ای اسکلتون یعنی مهربان. خیلی ویدیو بیحالی به نظر میاد همینجوری که دارم ضبط میکنم. فکر میکنم خیلی کسی هم که اگه به ویدیو کلیک کرده باشه همونجا ول کرده رفته ویدیو رو، همون اول کاری. طرز صدام که هست معلوم. خب نباید ناامید شم. این بده این خیلی بده. چرا اتفاقا این بالا کسی هست؟ وای صبحم شده. سپرم خیلی قویه، هنوز مونده. خوش آمد. بچه خدا همچین بلایی سرتون نیاره، دماغتون بگیره، صداتون گلوتون چرک کنه، صداتون اینجوری گرم بشه. خدا هیچ وقت همچین بلایی سرتون نیاره. همیشه سرزنده باشید. چی دارم میگم؟ انقدر تنها دارم دیوونه میشم. تبرم هم شکست. خودزنی کن. خودزنی نکنه متادون نکش. خودزنی کرد مرد. استغفرالله. پسری که متادون کشید و مرد. این خب کارش خوبه. آیرون توش بندازه بود که کارم را بندازه. و راضیم. و خب اینا میشه نماد اون دوتا قربانی ویدیوی اولم که بفهمن جعفر به زودی دیگه با هیچ کسی شوخی ندارد. کتاب لاتی 100 صفحه است، 99 صفحش مردونگیه. من فقط صفحه آخرشو خوندم. بریم این آیرونا رو هم بپزیم و آره منم گوش و گوسفند خام میخورم. راضیم از زندگی. همین سیب زمینی خوبه. زغال داری منو بپس. نه بسا از این فرنکس های مخصوص کندکاری داشتم. بیا بیرون کندکاری این آیرونا رو بپس. تو هم بیا بیرون 50 تا شو بگیر. این میسا رو بپس. تو به این 17 تا رو بگیر. این طلا ها رو بپس. و خب نمیدونم باز چی بگم. صبر میکنیم تا اینا آماده بشه. پختم. من آهنا رو پختم و یه ذرم غذا پختم و بریم که بقیه یه سری وسیله ها درست کنیم. اول از همه یه شمشیر، یه تبر، یه کلاه، یه شلوار. و خب عالیه چون ما الان زره آیرونی داریم و همچنین وسایل آیرونی که این خیلی خوبه. و یه سری و لوازم مسی هم داریم. نیمون مسی داریم و یه باکت هم درست میکنم که برای دبه جا هم ندارم. و خب ویدیو رو میخوام همینجا به پایان برسونم چون که دیگه هر چیزی که میخواستیم رو داریم. و مرسی که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید. تا ویدیو بعدی سرخوش و سرزنده باشید و مثل من بدبخت نباشید. خدا